یه تیم چقدر میتونه بد شانس باشه. حالا این سمت موقعیت برای تیم نفت آبادان، تو محوطه جریمه، سیفی نشد توپ گل. وای چقدر بازی جذاب شده. آقا باز به من میگی تو اینا رو چی کار داری؟ بذار زندگیشونو بکنن. آقا فامیلی این گزارشگره چیه؟ آیدیش اینا رو اگه داریم بر من بفرستی، من یکم باش صحبت کنم ببینم آقا چه خبره، داستان چیه. حداقل داداش دقیقه 92 تو چرا تو محوطه جریمه؟ بازی داره حساس میشه. سیفیه نشد توپ گل. داداش خوابت میاد؟ یعنی منی که اینجا فوتبالی نیستم اصلا نگاه نمی کنم بیام گزارشگری کنم خیلی بهتر. تو محوطه جریمه سیفی پا به توپ میشه، نه موقعیتی که واسه تیم نفت آبادان از بین میره و فلان و داداش من چه میدونم، یه دوتا حرکت بزن هیجان بده. خوابت میاد انگار.